دوستان عزیز هاتون چطوره؟ اومدیم با یه دونه نمیدونم اسم کاوه کاوه خودش میدونه نوکرم. آقا سلام، اومدیم آشتالگونه همین بستنی والینی بود دیگه مقابل بود آشتالگونه اینم قهوه برای فوق. خب وسایل لازم من بگین. وسایل لازم رو بگین. وسایل لازم یه دونه وانیلی و یه دونه قهوه فوق. آره قهوه‌ش یه ذره شد. خب با دو تا لیوان، لیوانش در بسته باید باشه. هم میزنیم. خب دیگه بعد هم بزنیم، بعد درش بسته باشه نریزه بیرون. خب انا این هست، انا اونجا هست. خب اول بستنی وانیلی بریز تو یکیش. خب بستنی وانیلی ویدیو قبلی بود که اول میریزیم این تو. کاوه خانم ما باشه آبجوش بابا واسه یه رو پایین میریزه خودش. بریز قهوه بریز. بده آها بخورم. بخور همشو بده بره درشو چیکار کردم؟ دیگه نمیفته. بخور بکر همه بخور بره. خب دلتون نکشه جوجو. خب کاوه برو آبجوشو بیار بریز یکم تو این. آبجوش کو؟ اینو سر جاشه بعد بری بیاری. کم کافیه. اینشو نباید دیگه نه باز میکنی. خب کافیه. خب کاوه دیگه باید بذاریم تا قهوه آماده قشنگ. اگه اصلا چیه؟ سرعت دست بریم تا فوم درست شه. خب آقا نه فوم دیگه آماده شد، بعد بریزیم توش و یه هم تموم. همه مشتی. آره اونقدر نریز، اونقدر زیاد نریز. همین بعد بستنی آب میشد که به کنار. باید دونه تکونش بدونم هم بزنم معلومه خیلی خوشمزه میشه. خب اول خوشمزه میشه سوسیسه. نمیخوام. خب آقا برای یه لیوان دیگه تو رو ببینیم. شروعش زیاد کشیدی. نه کلا